هموطنان عزیز و بزرگوار و سرافراز و شرافتمند، سلام‌های گرم و درودهای مهرآمیز ما را در روز جمعه 28 ماه فوریه 2014 از طریق شبکه جهانی تلویزیون آریانا افغانستان بپذیرین و برنامه امروز ما حسن امیری خدمت شما در یک ساعت تقدیم میکنم و از همه اولتر از جناب عمرجان لطیف که در استمرار این برنامه کمک کردن سپاسگزاری میکنم. البته در لاین امروز ما جناب صدیق از طریق اسکایپ در روی لاین داریم که البته چند دقیقه بعد اتفاق میفته و شما را تشویق میکنم و ترغیب میکنم که این برنامه یکی از محققین و مورخین عاشق افغانستان و دلبسته سرزمین آبایی ما را ببینین که با وجود مشکلات در غربت یک اثر بدی بکر و قابل استفاده با وجود مرارت‌های زیاد و بیدارخوابی و زحمات فراوان با وجود آوردن که میتونه روشنگر باشه، میتونه یک قطب‌نما در بحر ناپیداکرانه به دست ما بده تا ما بتانیم وقایع و رویدادهای کشور خود در قرنهای گذشته چنان در این آینه ببینیم چنانچه عنوان کتابشان افغانستان در آینه سیاست و اقتصاد از 1000 سال قبل از میلاد تا سال 2009 میلادی است. ولی همونطور که میبینین عکس کتاب مؤلف جناب محمد صدیق هستند و واقعا اگر شما دقت کنین ما مطالب بیشتر خاط گفتیم، ولی ما در شروع برنامه یک تسلیت دارم برای خانواده دکتر صاحب عزیز جان رحمانی که چند ماه پیش در لس آنجلس وفات کردند و درست قبل مادر عزیز و نازنینشان قندیگل در میربچکوت شمالی دایی اجل لبیک گفتند و من تسلیت دارم برای آمد شاه جان فرزندشان و برادر دکتر صاحب مرحوم عزیز رحمانی و امیدوار هستم تسلیت مرا و همه کارکنای ما را پذیرا شوند و همه ملت ما را، چون اونا یکی از مادران واقعا پاکباز و عاشق سرزمین بودند که فرزندای عاشق و دلباخته او سرزمین پرورش دادند. قبل از اینکه ما به دنبال مطالب در مورد کتاب آقای صدیق بریم، اجالتا جناب منظم زاده را نمیفهم در لاین باشن یک گزارش 2-3 دقیقه‌ای دارن که خدمت شما تقدیم میکنن و به تعقیب از او ما میریم با آقای صدیق مصاحبه میکنیم. البته ما 1-2 دقیقه دیگه هم به صورت اختصار اونا را معرفی خواد کردم. امیدوار هستم که آقای منظم زاده روی لاین تشریف بیارن، مثل که آمدن. خب یک لحظه. بله ضمن عرض سلام خدمت شما آقای امیری منجم زاده از برلین هستم. امر کن جناب منجم زاده صاحب. گزارشی را که خدمت شما آماده ساختم در رابطه با نشست اجلاس کشورهای ناتو در بروکسل در مورد افغانستان است. خشم جامعه جهانی به کرزی و خروج کامل نیروهای ناتو از افغانستان. وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل مأموریت آموزشی نیروهای بین المللی در افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. در حال حاضر نیروهای ناتو تصمیم به خروج کامل نیروهای خود از افغانستان نموده و علتش دلیل مشکلات حل نشده با حامد کرزی عنوان شده است. با گزارش اشپیگل وزرای کشورهای عضو ناتو در جلسه‌ای که در بروکسل دایر شده است یک روند دو جانبه تحت عنوان تاکید مجدد و ارزیابی اتخاذ نموده که بر مبنای آن برای سال 2015 تمام نیروهای ناتو از افغانستان خارج شوند.
این در حالی است که پیمان ناتو خود را برای امضای قرارداد امنیتی با رئیس جمهور آینده افغانستان آماده می سازد. با قول شماری از دیپلمات‌ها قرارداد امضای توافقنامه امنیتی را با جانشین حامد کرزی امضا خواهند نمود. با گفته همین دیپلمات‌ها این توافقنامه در خزان سال 2014 به امضا می رسد. در نتیجه ناتو قصد دارد اگر قرارداد روشنی برای مأموریت این نیروها در افغانستان به شکست بیانجامد، رئیس پیمان ناتو اندریس راسموسن به مرکز خدمات ناتو هدایت داده است اثرات و خطرات مربوط به تأخیر بیشتر امضای توافقنامه امنیتی توسط حامد کرزی را بررسی نموده که در این صورت امکان کامل نیروهای بین المللی از افغانستان به نظر نمی رسد. تصمیم ناتو متناسب به سیگنال های دریافتی از ایالات متحده آمریکا می باشد که یک روز قبل از آغاز جلسه در بروکسل رئیس جمهور باراک اوباما برای اولین بار پس از چند ماه با حامد کرزی تلفنی صحبت کرده و واضح گفته است که ادامه مأموریت نیروها در افغانستان فقط با امضای سریع توافقنامه امنیتی امکان پذیر خواهد بود که حامد کرزی به آن پاسخ درستی نداده است. وزرای دفاع کشورهای ناتو پس از جلسه امروز می‌خواهند مواضع روشن ناتو را به بسم الله خان محمدی وزیر دفاع افغانستان که به این اجلاس پیوسته است روشن سازند. و نوشته اشپیگل آیندن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همزمان به نیروهای ارتش این کشور دستور داده است تا پلان طرح خروج کامل نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان را در دستور کار خود قرار دهند. در اصل ناتو می‌خواهد حدود 10,000 سرباز برای مأموریت آموزشی و پشتیبانی نیروهای افغانستان پس از ختم مأموریت رسمی نیروهای بین المللی در سال 2014 در افغانستان مستقر نماید. با این حال وزرای کشورهای ناتو می‌خواهند پس از ختم این جلسه پیامی به حامد کرزی بفرستند. همچنین نمایندگان آلمان در این اجلاس به وزیر دفاع افغانستان بسم الله محمدی که به اجلاس نشست بروکسل دعوت شده است توضیح بدهند که جامعه جهانی نمی‌تواند برای همیشه منتظر امضای این توافقنامه بماند. روز پنجشنبه 27 فوریه مذاکرات وزرای کشورهای ناتو با بسم الله خان محمدی وزیر دفاع افغانستان به پایان رسید. عدم امضای توافقنامه امنیتی، نگرانی جامعه جهانی و خروج نیروهای بین المللی و متوقف نمودن به یا کاهش جدی کمک‌های خارجی به افغانستان و هشدار وزرای کشورهای عضو ناتو به پیامدهای نامطلوب آن از جمله مذاکرات میباشند که با بسم الله خان محمدی در بروکسل مطرح شده است. با بنبست رسیدن امضای توافقنامه امنیتی احتمالاً افغانستان را به وضعیت دشواری مواجه می‌سازد. گفته می‌شود صحبت‌های تلفنی باراک اوباما با حامد کرزی هیچ نتیجه‌ای نداده است. به گفته رئیس ستاد مشترک نیروهای ارتش آمریکا جنرال مارتین دیمپسی عدم امضای توافقنامه امنیتی طالبان را به گونه‌ای تقویت نموده ممکن است تعدادی از نیروهای امنیتی افغانستان به طالبان بپیوندند. این جنرال آمریکایی که در حال حاضر برای دیدار نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان به سر میبرد گفته است خروج کامل نیروهای بین المللی فرماندهان نظامی افغانستان را به شدت نگران ساخته است. با گزارشی عدم امضای توافقنامه امنیتی افغانستان با ایالات متحده آمریکا باعث پیشروی طالبان در شمار زیادی از مناطق کشور و همکاری نیروهای امنیتی افغان با طالبان گردیده و این گروه را برای حملات بیشتر به نیروهای افغان گستاخ‌تر و جسورتر نموده است که در نهایت عدم امضای توافقنامه طالبان را به گرفتن قدرت در افغانستان نزدیک می‌سازد. این بود نگرانی‌های جامعه تشکر و نتیجه کنفرانس بروکسل که خدمت شما. تشکر، لطف کردین. روز و شب شما خوش. هموطنا، در ارتباط به گزارشات جناب منجم زاده و نظریات و مواضع رئیس جمهور امریکا و ناتو در ارتباط عدم امضای پیمان استراتژیک ما مواضع مشخصی داریم که انشالله یا در ختم برنامه یا در هفته آینده که انشالله اگر زنده بودیم ارتباط برقرار. تنها حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مسئولیت نداره. ناتو و مسئولین ناتو هم در غفلت 12 ساله در مورد افغانستان و عدم تجهیز اردوی افغانستان و برخورد نادرست و دوگانه نسبت به قضایای افغانستان مسئولیت جدی و مستقیم داره. اگر شرایط اونا طور آماده می ساختن
مسلما یک کاری که به نفع امنیت منطقه و جهان و آسایش مردم افغانستان میشد انجام میافت. متاسفانه که اونا در انجام وظایف خود بر مبنای کنفرانس بن که خودشان ساخته بودن تعلل، غفلت و سالنگاری کردن و امروز همه بار به دوش آقای کرزی مانده. در جای شک نیست که آقای رئیس جمهور کرزی انسان ناتوان و درمانده و از طرف مقامات محلی و منطقوی و بعض کشورهای همسایه و دلایل معین دیگه زیر فشار قرار داره و موازش قابل قبول نیست، ولی موازه ناتو و یک جانبگی گرایی و یک دندگی اونا هم نمیتونه قابل پذیرش باشه، ولو که این آقای مهدی کرزی امضا کنه یا جانشین کرزی امضا کنه، تا روشنی و صراحت و وضاحت وجود نداشته باشه و منافع بنیانی مردم افغانستان در نظر گرفتن نشه، دوباره تنش و بحران وجود خواهد داشت. و ای که طالبا به قدرت نزدیک میشن در 12 سال اینا کجا بودن؟ صدها قضیه است که در ارتباط مطرح میتونه شود. ما برزی که وقت بیشتر برنامه را نگیریم، جناب آقای صدیق تشریف دارن و همونطور گفتم کتابشان در آینه سیاست و اقتصاد افغانستان از 1000 سال قبل تا سال 2009 که تقریبا 3000 سال در بر میگیره و جنابشان در مورد مسائل مختلف تاریخی، جغرافیایی، طبیعت افغانستان، موقعیت افغانستان، زراعت افغانستان، صنعت افغانستان، معادن افغانستان، خلاصه دریاها و کوههایش و سیر وقایع و تاریخ و رویدادها، زحمات و مرارت کشیدن که قابل تقدیر و ستایش است. و جناب ایشان هم از رضا جان خواهش میکنم از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ که با امضای وزیر اطلاعات و فرهنگ هست هم یک تقدیرنامه دریافت کردند و همچنان او تقدیرنامه و کتاب بگذارند که ما ببینیم. این تقدیرنامه است که به امضای آقای دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ است که از نوشتن این کتاب توسط آقای صدیق ستایش شده و او را یک منبع خوب و مؤثر دانستند. و سوانح آقای صدیق طور هست که ایشان در ولایت قندوز افغانستان تولد یافتند و آقای صدیق همی اعلان یک چند دقیقه بگذارید. رضا جان، آقای صدیق فرزند حاجی صاحب عبدالفتاح خان هستند و در سال 1948 تولد یافتند. در دوره ابتداییه و متوسطه در لیسه شیرخان کندوز و دوره ثانوی در دارالمعلمی کابل و تحصیلات عالی در اکادمی تربیه معلم کندوز به پایان رسیدند و سالهای متمادی به حیث استاد تاریخ در لیسه شیرخان کندوز بودند و 4 سالم در لیسه حبیبیه مضمون تاریخ تدریس کردند و در محدوده وظایف شخصی یک مدت زیاده به حیث رئیس مؤسسه افغان کندوز بودند، به حیث تاجر ملی در داخل و خارج کشور فعالیت کردند و در دوره مهاجرت 1 سال در کشور هندوستان و 11 سال در پاکستان و مدت 10 سال است که جنابشان در کشور نروژ اقامت دارند. این کاپیه که میبینین اعلانه که بعداً ما مشخصاً ایمیل و شماره تلفنشان هم میگذاریم. کتابشان اینا فیصله کردن که اینمی کتاب اینا پولش برای مؤسسه خیریه افغانستان و مؤسسات خیریه افغانستان بالخصوص برای یتیمای افغانستان کمک میکنن که در پهلوی یک اقدام تاریخی و ملی از اینا در نگارش این کتاب یک کار بزرگ دیگه و یک ایثار است که قابل تحسین و ستایش است. اینال شما هموطنا در پهلوی از یک کتاب یک گنجینه از تاریخ و فرهنگ خود میخرین و رفرنس می داشته باشین و گاه به گاهی که میخواین وقایع و رویدادهای کشور خود در 3000 سال گذشته ارزیابی کنید به کتاب مراجعه میکنین. در پهلوی ازی شما در حقیقت یک کار خیریه هم انجام میتین که به هموطنای بی بضاعت و ناتوانتان کمک میکنید. این کتاب تقریبا همونطور که شما میبینین بسیار قطور است
3 کیلو وزن داره و تقریبا در 980 چیز کم 1000 صفحه و در 15 فصل نگاشته شده. اینال ما از طریق اسکایپ خود آقای صدیق که فعلا در شهر لندن اقامت دارن روی لین تلفن میاریم و از طریق اسکایپ تا با شما مستقیما صحبت کنن و همچنان در جریان امر هموطنا اگر شماره تلفن را یادداشت میکنین از استودیو انجام بدین که جناب آقای صدیق تشریف میرن و لطفاً رضا جان ایمیل و شماره تلفنشان برای خرید کتاب بگذارین. قیمت کتاب در نروژ $125 است. چون 3 کیلو وزن داره هرگاه شما خواسته باشین در جای دیگه دریافت کنین باید او را مصارف پستی را هم سرش علاوه کنین. خب من شما هموطنا را یک بار دیگه تشویق و ترغیب میکنم که جناب صدیق همراهی کنین. جناب صدیق سلام عرض میکنم حضورتان. السلام علیکم صاحب، چی حال دارین؟ صحت شما خوب است؟ معذرت میخوایم که شما انتظار ماندین. ما چهره زیبای شما را میبینیم و هموطنا هم به تماشا نشستن و اتاق کنترل هم حتما شماره تلفن نروژ شما را یک دقیقه بعد میگذاره و همچنان ایمیل شما را که هموطنا برای خرید کتاب اقدام کنن و در این که روزهایی که سال نو میرسه این کتاب هموطنا بهترین هدیه است که برای پسرتان یا پسرا و دخترا برای پدر خود، برای مادر خود، برای کاکا و خاله خود یا برای هر دوست خود این کتاب هدیه کنه. و با گفته اونمو که توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود و دل آقای صدیق روشن است. با اینمی عشق و نگارش امی کتاب در محیط غربت آغاز کرده. شما آقای صدیق بفرمایین مطالب را برای هموطنا بگوین که شما مستقیم طرف ما ببینین. درست است ما شما را داریم که کتاب انگیزه برای نوشتن این کتاب چی بود و کدام وقت این مفکوره پیش شما پیدا شد و چند سال در بر گرفت که کتاب به این قطر و ضخامت و محتوا را جناب شما به تحریر برید. سلام علیکم جناب امیری صاحب، اولا سلام و احترامات خدا خدمت شما و کارکنان محترم شما و از طریق شما به هموطنان عزیز گرامی ما در داخل و خارج افغانستان تقدیم می‌دارم. البته خود شما پیشتر معرفی کردین کتاب ما را از لطف و مهربانی شما نهایت سپاسگزار هستم. بسیار زیاد تشکر. کتابی را که ما انگیزه ازی چطور به این مفکوره شدم که من این کتاب برشته تحریر برم. از یک طرف خب ما چون استاد تاریخ بودم علاقه زیاد به مضمون تاریخ داشتم و از طرف دیگه علاقه داشتم که امی خدمت را برای هموطنان خود روز بتانم انجام بدم که خداوند جل جلاله و ما لطف و مهربانی کرد و مرا امی استعداد را عطا فرمود که متانستم امی کتاب برشته تحریر برم و به هموطنان عزیز خود تقدیم بدارم. انگیزه اصلی ازی بود که ما تقریبا 15 سال قبل یک کتاب از همسایه ما کشور ایران که جناب سید میدی فرخ یک زمان سفیر کبیر ایران در دوران سلطنت اعلیحضرت امیر امان الله خان بود، اونا برشته تحریر آورده بودن و او کتاب اونا از دیدگاه خود نشته کرده بودن که البته هر افغان او کتاب از اونا خیلی متاثر می ساخت و مرا هم خیلی بسیار زیاد متاثر ساخت چون دیدگاهی از اونا بود. اونا همو برداشت را از کشور ما در همو زمان کرده بود و ما البته خدماتشان قابل قدر میدانم و از این که متوجه کشور ما بوده و علاقه داشته که همو کتاب نشته کنه، گرچه که طرف قبول هیچ فرد افغان نبوده لیکن بازم که متوجه کشور ما بوده و علاقه مندی را داشته که به درباره تاریخ کشور ما نشته کنه
ما بازم از شما تشکر میکنم و ما تاریخ خواستم که ما یک تاریخ درست واقعی کشور خود ما را که هر کس میگه امور کشور خیش را خسروان دانند. اگر یک کسی برای ما بگه که تاریخ ایران نوشته کو، ما هرگز نوشته کرده نمیتونم، چرا از وقایع ایران ما درست با خبر نیستم. ما قضاوت غیر چیز است، غیر به اون خاطر ما دیگه خواستم که امی کتاب را به شکل واقعیت ها و شکل امو که اهمیت و عزت و عظمت افغانستان و علت بربادی های افغانستان و خرابی های افغانستان از دیدگاه خودم، از دیدگاه ملت افغانستان برشته تحریر بیارم و به هموطنان عزیز خود در داخل و خارج تقدیم بدم. تشکر جناب صدیق صاحب، شما به صورت مبسوط واقعا توضیحات مفصل دادین. اگر من جسارت کنم یک مطلب علاوه کنم که آقای سید میدی فرخ همونطوری که جناب آقای صدیق فرمودن سفیر وقت ایران در زمان امان الله خان بودن و این شخصیت کسی است که مرحوم فیض محمد کاتب هزاره در منزل از یا به خاطر لطوکوبی که شده بودن از طرف عبدالرحمن خان یک مدت بودن و یکی از کتابای بسیار مؤثر و جالب جناب فیض محمد هزاره که امکان نشر از او در او فرصت در افغانستان نبود به قلم خودشان در نزد آقای مهدی فرخ باقی ماند که ما همچنان که یک بار دیگه من خواهش کردم از خانواده آقای سید میدی فرخ در هر گوشه جهان که هستند یا هموطنای ما در داخل ایران اگر اطلاع دارند باید امو کتاب در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بگذارن تا او اثر تاریخی تکمیل کنه بر از اینکه جناب مرحوم فیض محمد خان کاتب هزاره یکی از مورخین بسیار برجسته ما بودن که رویدادها را از چشم دید خود صادقانه توضیح کردن. خب جناب صدیق صاحب، طوری که شما میبینین و هموطنا شما میبینین، ایمیل آقای صدیق و همچنان شماره تلفن آقای صدیق در کشور نروژ روی صفحه تلویزیون است. لطفاً یادداشت کنین. قیمت کتاب $125 است. البته بیرون نروژ مصارف پستی را هم علاوه کنین. حتما این کتاب ابتیا کنین، بخرین، محفوظ داشته باشین، کتابخانه خود تکمیل کنین و یک گنجینه را که به مثابه یک چراغ است که گذشته های دور و دراز کشور ما را در راستای وقایع و رویدادها عاقلانه، عاملانه، بی‌طرفانه و واقع بینانه توضیح میکنه و کتاب معلوماتی هست. خب جناب صدیق صاحب، شما 15 سال به گفته خودتان در بر گرفت که کتاب نوشتین و چطور در فکر نشر شفتیدین و در کجا کتاب نشر کردین به این حجم و زخامت؟ بسیار خوب. ما اصلا خود یعنی پیشتر که یادآوری کردم که 15 سال قبل کتاب جناب محترم سید میدی فرخ ما مطالعه کرده بودم، لیکن کتابی را که ما که به رشته تحریر آوردیم در نروژ، البته قبلا 20 سال قبل ما امو یادداشت‌هایی را پیش خود داشتم، جمع کرده بودم در پاکستان، در افغانستان پیش خود به ابعاد از امو، خصوصا که بعد از کتاب از اونا را که مطالعه کردم و دیگه تصمیم گرفتم که ما بتانم خداوند روز برای زمینه را مساعد بسازه که کتاب را به رشته تحریر مکمل بسازم و به چاپ برسانم. و این کتاب اصلا و در نروژ در مدت 6 سال بالای کار کردیم. در مدت 6 سال ما این را تکمیل کردم و به چاپ رساندیم. در کجا چاپ کردین جناب صدیق؟ در پاکستان چاپ کردیم. بسیار خوب. و قیمتش همونطور ما درست گفتیم $125 امریکایی است، ولی چون اگر خارج نروژ
کسی در آلمان یا امریکا یا کانادا و جای دیگه این کتاب میخواد که به دست بیاره باید مصارف پستی را هم علاوه کنند. درست است؟ بله سپاه. بله و بسیار. این کتاب است ما بسیار از نگاهی از چیز ثقافت بسیار با یک ثقافت بسیار اعلی و خط بسیار زیبا و با یک کوالیتی بسیار بالا ایراد به چاپ رسانیم. کاغذ درجه اول که کتاب یک کوالیتی درست نداشته باشه برای شما بهتر معلوم است که طرف توجه خواننده ها قرار نمیگیره. واقعا شما ابتکار کردین، بر علاوه که نقشه افغانستان عزیز شما در کتاب گذاشتین، بیرق خوش رنگ ما هم، یعنی کتاب شما 3 رنگ است و سیاه و سرخ و سبز که بیرق ملی ما هست و گذشته از او وقایع تاریخی را به این وسعت و به این گستردگی شما توضیح کردین. او مسئله را ما میفهمیم و یقینا هموطنا هم که ببینن اولا خطای بسیار کوچک نیست. اگر کسایی که از عینک استفاده میکنن یا خطای کوچک خواندن نمیتونن، این کتاب به شکل نوشته شده که خواندنش واقعا آسان است و خواننده میتونه که حوادث دنبال کنه و پی بگیره و یقینا وقتی کتاب بخوانین مثل که ما خواندیم این کتاب شما طوری که توضیح کردین جناب صدیق صاحب در 15 فصل و در حدود کمتر از چند صفحه کمتر از 1000 صفحه نوشتین. همین تسلسل وقایع تاریخی را شما چطور بررسی کردین و گنجانیدین اینجا که خودتان از زبان خود توضیح بتین بهتر خواهد بود؟ برای هموطنان عزیز بهتر معلوم است که وطن، عشق وطن البته بالای وطن، بالای هر فرد افغان در هر جایی که هستند، در هر موقعیتی که هستند، بالایشان فرض است من حیث یک مادر. هر کس در هر جایی که هست نظر به توانشان، نظر به امکاناتشان، چی از طریق قدم، چی از طریق قلم، چی از طریق درم، اینا باید در وطن مصدر خدمت شوند، کم یا زیاد باید. ما همین وظیفه خود دانستم که باید اگر همین امکانات را برای ما مساعد شده و خداوند همین استعداد به ما داده است، اول از طریق قلم و بعد از او از طریق درم هم این ما به جامعه خود، به مردم خود، خصوصا به نسل جوان کشور که از تاریخ کشور درست آگاهی ندارند و این تاریخ ما بسیار بی‌طرفانه و چون در هیچ نوع عذاب ما سهم ندارم و سهم نگرفتیم و یک تاجر ملی بودیم و با همه کس، همه طرفا با دوست بودیم. هیچ کس پیش ما و همچنان وظیفه معلمی همه کس پیش مثل وظیفه دکتری وره، همه کس برش یکسان است که هر جنایی که قرار داره پیش از یک سال است. ما شاگرد داشتیم در لیسه حبیبیه یا در لیسه شیرخان که از اعضاب افغانستان بودن، از هر جای بودن، از هر اقوام بودن، دیگه بودن. پیش ما فقط شاگرد و ما به استادشان بودم. پیش ما این نظریه بود که به این خاطر ما این کتاب بسیار بی‌طرفانه و با اساس عدالت اجتماعی ما این کتاب برشته تحریر آوردیم که هیچ نوع تبعیض فضل خداوند در بینش نیست و فقط هدف ما عزت و عظمت افغانستان و سرزمین افغانستان و ملت افغانستان بوده. البته افغانستان 4 دوره تاریخی را سپری کرده که در حقیقت 4 تاریخ میشه و ما هر 4 دوره را البته با مو سلسله ما ارتباط دادیم. یکی با دیگه اول از سلسله که اول به نام آریانا بود، 1,500 سال تاریخ افغانستان به نام آریانا بود که در پلوی آریانا در سال 250 قبل از میلاد بعد از تصرف اسکندر طرف شمال غرب افغانستان، قسمت‌های بلخ و شبرغان و میمنه و قسمت‌ها تا مزار شریف و قندوز و تخار، تا قسمت‌ها را که اسکندر تصرف کرد و یک حکومت را توسط والیای از اینا روی کار آورد که به نام باختریان است. بله که مؤسسش به نظر من آقای 1100 قبل از میلاد این دوره باختر است که تا قبل از اسلام نام افغانستان، تا قبل از انتشار دین اسلام در افغانستان نام افغانستان آریانا بود و بعد از اون که عرب‌ها دین اسلام به افغانستان انتشار دادن و نام افغانستان هم خراسان ماندن، یعنی مشرق زمین. و این نام البته تا زمان به قدرت رسیدن اعلیحضرت
احمد شاه بابا 1747 تا این وقت نام افغانستان خراسان بود که در دوره اخیر خراسان در سال 1500 افغانستان یک دوره بسیار تلخ و دردناک را طی کرد که به نام تجزیه و تقسیم افغانستان البته در تاریخ ذکر شده که ما این مفصل ذکر کردیم و یک بار دیگه در دوره عذاب مجاهدین ما این دوباره ذکر کردیم به خاطری که اون وقت پلانای بعض کشورها همی بود که افغانستان تجزیه شود و این خاطر ما که به خاطر آگاهی هموطنان عزیز ما که درد تقریبا 2.5 قرن سرزمین افغانستان نابود شده بود، از نقشه به کلی از بین رفته بود که با جهاد مردم افغانستان با وحدت ملی افغانستان تحت رهبری حاجی میرویس خان هوتک و خانوادهش البته این افغانستان از تجزیه سمت شمال که به 3 سمت تقسیم شده بود، شیبانی ها در طرف تاشکند و سمرقند و بخارا و صفوی ها در ایران و این دو تجزیه را اینا تانستن از بین ببرند و حتی در دوره شاه محمود هوتکی و شاه اشرف هوتکی تا اصفهان تصرف کردند که این خدمات جا برای ملت افغانستان بسیار قابل قدر است و ما این را بسیار مفصل تشریح کردیم که هر فرد افغان بداند چرا امیال مگان وقت زمزمه های در هر بغل و گوشه و کنار مملکت شنیده میشه که اگر افغانستان تجزیه شود شاید به ترقی و پیشرفت برسه، در حالی که اگر هر کس هر فرد افغان تجزیه 1500 بعد از سلطان حسین با اقرار که بچه های عجیب اتفاق شدن در هرات 2 سلطنت جور شد در یک وقت این عجیب اتفاقی عزیز سرزمین افغانستان تقریبا 2.5 قرن نابود شد و سمت جنوبی ازی که در 1525 توسط بابر به حساب تجزیه شد و بابر از سمرقند آمد کابل، از کابل رفت به دیلی تا اوجا فتح کرد و بازو دی افغانستان تقریبا تا زمان به قدرت رسیدن اعلیحضرت احمد شاه بابا زیر اسارت هندوستان باقی ماند که افغانستان تماما دار و ندار زندگی خود از دست داد. با خدمات ارزنده اعلیحضرت احمد شاه بابا افغانستان دوباره زنده شد و به صفت یک کشوری بسیار مستقل و یک کشوری که با دوران آریانای افغانستان، دوران باختر افغانستان، دوران خراسان افغانستان در عمود جغرافیا را دوباره به دست آورد و افغانستان پس در جهان به صفت یک دولت بسیار قوی و باعظمت روی کار آمد. لیکن با تاسف که افغانستان در سال 1800 در زمان شاه زمان نواسی اعلیحضرت احمد شاه بابا افغانستان مورد تاخت تاز دو همسایه ما قرار گرفت که بدبختانه در هندوستان انگلیس‌ها سر قدرت رسیدند و در اون طرف دریای آمود تاشکند و سمرقند و بخارا و روس‌ها اینا را اشغال کردند در قرن 19 که افغانستان یک بار دیگر در بین دو قدرت بسیار بزرگ اروپایی مورد تاخت و تاز قرار گرفت. به عوض از که از این دو قدرت بزرگ کشور ما ملت ما یک استفاده خوب بکنه از پولوی از اینا و ترقی و پیشرفت نائل شود، لیکن برخلاف مداخلات از اینا هر روز در افغانستان شروع شد و افغانستان به طرف تباهی مطابق میل و مرامهای خودشان سوق دادن که در تاریخ ما مفصل همه دوره ها را تشریح کردیم که در نازترین دوره اینمی دوره است که افغانستان بعد از او دیگه حکومت کردن در افغانستان بسیار مشکل شد. حکومت گرفتن البته بسیار آسان است در افغانستان از اون زمان 1800 و بعد، لیکن نگاه کردن حکومت و پیشبرد حکومت و سرزمین افغانستان برای هر کدام مشکل است. هر کسی اولا بسیار فکر میکنن که بسیار آسان است، لیکن من تو فکر میکنم که تاریخ کشور خود نشته کردیم و حتی از ریاست جمهوری امریکا که در ریاست جمهوری افغانستان مشکل تر است. بله جناب در بین دو قدرت است تا به امروز این مداخلات قطع نمیشه، قطع نشده و وقتی که انگلیس ها 1947 هندوستان آزادی دادن، استقلال دادن و هندوستان به دو کشور تقسیم شد، هندوستان و پاکستان بعد از او و تماما میراث خود انگلیس ها برای همون پلانای خود تمام چیز خود برای پاکستان واگذار شد. چون دو جنگ افغان انگلیس به خاطر همی
یک زمان موریایی ها تا جنوب سالنگ تصرف کرده بودند که بعد از او چندراگوپتا پادشاه بود که بعد از او همین کوههای هندوکش به نام کوههای هندوکش از 350 قبل از میلاد به نام هندوکش مسما شده بود. بعد از او بابریا که تا اینمیس قسمت کابل گرفته بودند به نام صوبه کابل زیر اثرشان بود و انگلیس ها همین سرحد علمی خود تعیین کرده بودند که باید این قسم تا این قسمت هم مربوط هندوستان شود. بعد اینا نظر در مقابلش ملت افغانستان مقابله کرد و بالاخره مجبور شد که چیز اختیار کنه به اساس برسات هندوستان حدود اربعش تعیین کردن که برسات تا همون قسمتی که تا اینمی تورخم و تا قسمت کویتا و همون جایی که میرسه اینمی حدود اربعه را تعیین کرد به اساس از این مایده گندمک و مایده دیبرند بالای سرزمین افغانستان بالای پادشاهی افغانستان یعقوب خان و سردار عبدالرحمن خان امضا کردند که یک معضله بسیار بزرگ بین پاکستان و افغانستان باقی ماندن که ملت های هر دو طرف رنگ میبرند و کشیدگی ها که تا به این روز باقی مانده دیگه سر همین موضوع بین پاکستان و افغانستان اجرای حل نداره و البته در وقتش دولت های قوی که ما داشتیم البته افغانستان از اونا تقاضای منطقه را داشتن. وقتی که دولت ما ضعیف شد اینا تقاضای باقی مانده سرزمین افغانستان تا صوبه کابل به حساب و تقاضا دارند که این خواهشات از یاد در حکومت ضعیف مرکزی بسیار برای مردم افغانستان سخت تمام میشه. گرچه ملت افغانستان در هر دوره شهامت خود نشان داده، اگر دولت ضعیف بوده ملت افغانستان یک ملت قوی مثل ملت ژاپن و ترکیه واره در طول تاریخ عرض اندام کرده و قدرت اساسی در افغانستان به دست ملت افغانستان است نه به دست دولت های افغانستان و به می خاطر است که افغانستان هر فرد افغان در هر دوره تماما دار و ندار خود چنانچه که اتحاد شوروی در 1978 که وقتی که رژیم خود طرفدار خود در افغانستان شاند و بعد از او به تعقیب از او عملات خود اشغال افغانستان در نظر گرفت، لیکن همین ملت افغانستان تماما دار و ندار خود یک بار دیگر در مقابل استقلال و تمامیت ارضی کشور از دست دادن و استقلال کشور به حساب از روسا گرفتن و حتی روسا از امو ابرقدرت خود شکست خورد و امروز به صفت یک دولت عادی مثل پولند و دیگر کشورها وارد عرض اندام کرده که او متصرفاتش و پیمان وارسا رفت و برلین دیوار برلین از بین رفت و امنیت اروپا تامین شد و جنگ سرد بین امریکا و روسیه خاتمه پیدا کرد. لیکن همه زجر زیر ملت افغانستان کشید و تقریبا 2 میلیون ملت افغانستان شهید داد و بهترین جوانای افغانستان در ایران شهید شدند و همه دار و بدار زندگی خود ملت افغانستان به خاطر دفاع از استقلال از دست دادند. لیکن با جای افسوسی است که به عوض از که پاداش را برای ملت و سرزمین افغانستان از طرف کشورهای غربی برای افغانستان داده میشد، با تاسف که اونا هم در هر مرحله منافع خود در نظر گرفتند و ملت افغانستان در سال 1992 تنها گذاشتند که باعث دوباره جنگ های داخلی مجاهدین گردید که این جنگ ها هم به اساس پلان چیز همسایه های ما طرح شده بود که باید چون منابع بزرگی که اقتصادی در افغانستان در جمله تماما ممالک آسیایی امروز دست نخورده باقی مانده و این روسا هم به می حساب آمده بودن به میز، لیکن از نتانستن این تحت کنترل خود بیارن و این همسایه ها همیشه در صدد هستند که باید این میراث ماست، این باید این معدنیات باید به ما برسه. سر از این موضوع اینمی خاطر کتاب از نگاه اقتصادی که تماما معضلات افغانستان معضله اقتصادی است و اگر قبل از میلاد هم بوده مسئله اقتصادی است، اگر اقوامی که از دو طرف دریای آمو به طرف افغانستان آمدن که یفتلیا و کوشانیا و یفتلیا و اقوام سیتی و دیگر آمدن سرازیر شدن از خاطر مدنیت افغانستان، از خاطر راههای تجارتی افغانستان، از خاطر راه ابریشم به اینجا آمدن. بعدا این مورد تاخت تاز از دیگر طرف ها قرار گرفتن تا به امروزه، لیکن ملت افغانستان همه زجرها را کشیدن. همیال از
البته ملت افغانستان از آمدن پیمان ناتو به خاطر استقبال کردن که اینا فکر کردن که افغانستان عین مثل حالت جرمنی و ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی به خود گرفته و اینا آمدن که پاداش ملت افغانستان در مقابل شوروی بتن. چرا شوروی برای ملت افغانستان، سرزمین افغانستان بسیار جفا کرد به صفت یک همسایه. حتی 10 میلیون میل سراسر اراضی افغانستان وقت برآمدنشان چیز کرد که تا به امروز مردم ما شما در هر قسمت در روزانه 10 نفر جناب صدیق صاحب، اگر ممکن باشه، گرچه این مطالب شما آنقدر جالب است و دلچسب است که راهنمایی های بیشتر و تازه را شما انجام میتین و واقعا وظیفه یک انسان فرهیخته و دانشمند و دورنمانگره. ولی خب البته وقایع کم و بیش از طریق رسانه ها توضیح میشه با تمام ابعادش. ولی ما در کلام شما همچنان که نام شما آقای صدیق است و راستگو هستین، برای هموطنان میخوایم عرض کنم که ببینین برای یک انسانی که در اونجا نور دانش تابیده باشد، برای یک انسانی که واقعا به مرحله والا و عالی از تکامل فکری رسیده باشد، برای انسانی که تعریف ملت مشخص باشد و به منافع ملی ارج بگذارند، مثل آقای صدیق گرچه در ظاهر امر معنی نداره، ولی جناب ایشان از ولایت کندز و شمالی افغانستان هستند و از لهجهشان هم تا حدود پیداست که لهجه های بین هموطنای ترک تبار، ازبک تبار و همچنان تاجک ما را دارند، ولی و به زبان فارسی هم صحبت میکنند، ولی با چنان عشق، با چنان محبت، با چنان اخلاص و راستگویی از میرویس نکه و از آمد شاه بابا و از شاه محمود و شاه اشرف افغان و یاد میکنن که گویا از یک زعیم ملی یاد میکنن. هرگاه ما نسبت ببینین هموطن در یک گپ بسیار ساده، مشکل ما در این همیست، هرگاه ما این زمین زاویه، ما این زمین دیدگاه تاریخ پر افتخار کشور خود ببینیم، هرگز دچار لغزش و خطا نمیشیم و کشور ما و مردم ما به آرزوها و به رفعت و عظمت میرسند. هرگاه برخورد ما قوم گرایانه، سمت گرایانه، شخص گرایانه باشه، مذهب گرایانه باشه، نتیجه بدبختی که امروز مردم ما به اون مواجه هست. واقعا شخصیت‌های تاریخی ما در پهلوی حوادث که در بیرون مرزهای افغانستان اتفاق افتید، در فرصتی که او قدرت‌های ملی در صحنه وجود داشتند و به پشتوانه اراده واقعا تسخیر ناپذیر ملت افغانستان عظمت به وجود آوردن که ما را دوباره به سرحدات سالها سال یا قرنها قبل ما رساندن، با درایت، با کفایت، با شمشیر. ادعایی که کشور هندستان در مورد کابل و صوبه کابل میکنه، بعض متاسفانه مثل که پان ایرانیستا ادعا داره گویا که تمام سرزمین افغانستان کنونی مال از اونا و جزء کشورشان بوده، مثل که در 2500 سال پیش در دوران داریوش و کورش اگر همچون چیزی بوده، ایندیها همچو ادعا را داره. ولی هیچ کس به تسخیر کابل آنچنان به صورت یعنی در یک زمان طولانی موفق نشده که امی کشور کوچک افغانستان که امیال در پشت نقشهش کتاب جناب صدیق میبینین، اینا تا دیلی رفتن و سالها و سال و بیشتر از انگلیس ها تا هندستان در اشغال داشتن. ولی پس ما ادعا کنیم که نیم قاره هند متعلق به ماست، ولی نه، ما امو حدودی که ما متعلق است. و جناب به حساب مرحوم میرویس نیکه از آذربایجان ایران، از غربی ترین نقطه ایران نامه منویسه به عنوان یک زعیم ملی، نه به عنوان یک امیر و پادشاه و اعلی حضرت، به عنوان یک زعیم ملی نامه منویسه و وحدت او کشور را تامین میکنه. و همچنان اولین بار است که در طول تاریخ که
یکی 2000 ساله مستقیما مردم افغانستان با مردم ترکیه روبرو میشن، با ارتش ترکیه که در جنگ کوریا در 14 کشور یگانه کشور موفق بود که مواضع خود اشغال کرد در برابر افغانا و نه در درون مرزهای افغانستان عزیز و دوست داشتنی، بلکه در بیرون کشور، در حالی که از حمایت چندان ایرانی ها هم برخوردار نبود، ارتش ترکیه را شکست میده، ولی غنایم و هر چیز که گرفته به خاطر حسن نیت و جوانمردی و عیاری و سجایای افغانی تسلیم میکنه. به هر صورت هموطنا آدرس ایمیل جناب صدیقه دارین، شماره تلفنشان روی صفحه تلویزیون است، امیدوار هستم که همراهشان در تماس شوین. خب آقای صدیق، در پلوی تفصیلاتی که شما در این ارتباط دادین و واقعا از تاریخ ما به عرصه های سیاسی هم کشانده شدیم که شما تقریبا تمام رویدادها را گفتید. مسئله که آیا شما کدام اثر دیگه را در دست دارین که نوشته کنین؟ بله، ما یک اثر دیگه از نگاه کلتوری نوشته کردیم که او به نام ظلم زن بالای زن است. جنگلی بود، زیر چاپ است، شاید به چاپ برسه. از نگاه کلتور و فرهنگ و کلتور افغانستان و پاکستان و هندوستان و بنگلادش ما ایره از نگاه رسم و رواجا بررسی کردیم و از نگاه روانشناسی و جامعه شناسی و خانواده و تمام نظیره ما بررسی کردیم که بر علاوه که در افغانستان و در پاکستان و در هندوستان و در بنگلادش بر علاوه که مردها بالای زنها ظلم میکنن، زنها هم یک زن بالای دیگه زن ظلم میکنن که باعث بربادی اکثرا نفاق در خانواده ها. همین موضوع اکثرا باز از خانواده ها همین فرزند طور مثال یک انباق در مقابل دیگه انباق، یک خشوع در مقابل عروس در مقابل خشوع و همینطور به خیش و قوم بعد از خیشی یک سلسله نفاقات در بین خانواده ها و کشیدگی ها و دوری شدن خانواده ها یکی از دیگه. این همین موضوعات خانگی و همین مسائل است که مردم همین زجر میکشند. بله، روی قلم آوردیم. بسیار خوب، منتظر هستیم که این اثر شما هم بتانه زوایای یعنی امو جامعه سنتی را که از جهالت منشأ میگیره و راستی اولین یعنی کسایی که تلف میکنن حقوق یکدیگر را خود متاسفانه زن هستند، به می خاطر است که زمینه را مساعد میسازن تا زن ستیزی رواج بیشتر پیدا کنه. من از حضورتان خواهش میکنم چون برنامه ما رو به اختتام است، اگر در ظرف 2 دقیقه مختصر صحبت ها را جمع بندی کنین و پیام داشته باشین در مورد کتابتان و برنامه های آینده تان برای هموطنان بگوین. بعد از این ما خداحافظی میکنیم. ما از حوصله‌مندی هموطنان عزیز تشکر میکنم که به گپای ما گوش دادن و امیدوار هستم که پیام ما به هموطنان ما همیست که خصوصا به نسل جوان کشور افغانستان یکی معرفش باید هیچ وقت سیاسی نباشه و همچنان اردوش سیاسی نباشه، به خاطر که هم یک دانشمند تعلیم و تربیه گفته بود که هر زمانی که سیاست داخل مکتب و مدرسه میشه درس و تعلیم از راه کلکینا میبره و ما امروز درد و عذاب رام که میکشیم امی جنگ مکتب و مدرسه است در حقیقت. ما با اینمی چیز و تماما در دوره خود ما که ما استاد بودیم در لیسه حبیبیه امی حالت ها را دیدیم که سیاست آمده این به نام سازمان جوانان در جوانای ما در ذهن از یا چیز که درس و تعلیم برآمد، حتی شاگرد ما صنفای 11 علوم اجتماعی درس میدن باور کنید که حتی سوال گرفتن نمیتونستن دیگه چی خواستای برسه که به جواب است و همه چیز ارزش های تعلیم و تربیه و ارزش هایی که یک اردوی منظمه که کشور ما داشت و اکثر کشورها از او حراس میکردن و یک اردوی بسیار با دیسیپلین بود و این توسط همی فضل چیز حزبی شدن ازی سیاسی شدن ازی و همون که حزب چیز شد از بین رفت در پولوش اردو هم نابود شد با اینوفرمش با همه چیزش که برای ملت افغانستان سالهای البته همه چیز جور میشه، لیکن اردو جور شدن یک اردو در یک مملکت با خصوصا تعلیم یافته
بسیار مشکل است و بسیار برای ملت افغانستان بسیار گران تمام. یقینا تشکر از تمام صحبت‌های شما. اگر اجازه باشه ما اجالتا با شما خداحافظی میکنیم، ولی بر هموطنان ما قول میتم در صورتی که جناب آقای صدیق موافق باشند در مورد کتابشان و فصول کتابشان و شیوه نگارششان و همچنان متن و محتوای کتاب در برنامه‌های آینده هم وقتاً صحبت میکنیم و یک بار دیگه استدعا میکنم که با ایمیل و شماره تلفنشان مراجعه کنید. شما را به خداوند میسپارم. صحت خوب و با سلامت و شادی و عمرتان دراز باد که تا ما فیض ببریم. تشکر. به همه خانواده سلام برسانید. ممنونتان. تشکر. خواهش می. تشکر. لطفاً رضا جان همون شمارهای عادی را روی لاین تلفن بگذار، چی صفحه تلویزیون. خب هموطنای عزیز، تو چند دقیقه وقت باقی است. ببینین ما یک گزارشش از جناب آقای لطفاً همون شماره لاین استودیو اینا بسیار خوب شد. شما ببینین گزارش کردن که گویا پیمان ناتو در بروکسل مجلس دارند و آقای بسم الله محمدی هم در اونجا اشتراک کرده و آقای اوباما هم برای آقای کرزی تلفنی صحبت کردن چند روز پیش و اخطار دادن که نیروهای ناتو تا آخرین سرباز تا سال 2014 افغانستان ختمش ترک میکنن و اینجا یک خلای قدرت به وجود میاد. خب گوش زد کردن، اخطار کردن و آقای کرزی هم یک جنگ زرگری میکنه و به هر صورتش کوشش میکنه که مطالب سر از اینا تحمیل کنه. در اینجا تقصیر از آقای کرزی به عنوان کسی که در 12 سال گذشته عالی ترین مقام دولتی را داشته هم هست، بر از که آقای کرزی در 12 سال گذشته در اقتصاد پایه‌ای، در زراعت، در بودجه استراتژیک افغانستان و در مجموع در سطح زندگی مردم افغانستان، در خلاصه تمامی ابعاد اقتصادی و سیاسی و کشمکش‌های سیاسی و برخورد نسبت به نیروهای رجعتگرا و جنایتکار در جامعه عکس العمل مناسب نشان نداد و افغانستان با مسامحه، مجامله و معامله به اینمی ورطه نیستی و فلاکت و ادبار کشند. ولی از طرف دیگه پیمان ناتو و در رأسش امریکا برخلاف تعهداتی که در کنفرانس بن، کنفرانسی که خودشان با عجله دیزاین کردن و ساختن بدون از اینکه وقایع افغانستان ارزیابی کنن، بدون از اینکه به اراده ملت افغانستان واقع بگذارن، بدون از اینکه به موقعیت حساس افغانستان واقع بگذارن، بدون از اینکه مبارزه صادقانه با نیروهای عقب‌گیرا کنن، برای انکشاف افغانستان کمک کنن. پل بزرگ در افغانستان ساخته نشد، در کوههای بدخشان تونل نزدند، فرودگاه در افغانستان و میدان هوایی ساخته نشد، فریوی یا اتوبان یا شارا یا بزرگراه در افغانستان ساخته نشد، در مرکز 34 ولایت افغانستان با 58 بیلیون دلار یک شفاخانه ساخته نشد. معادن افغانستان سر جایش ماند. رقابت ها و کشمکش ها و فساد اداری به اوجش رسید. این فساد اداری از اینمینجا از امریکا شروع میشه، فساد اداری و مالی و در افغانستان ختم میشه و همچنان فقر و بدبختی مردم افغانستان و گذشته از او تعداد بیشمار معلول و معتاد و معیوب و طفل یتیم و دورگرد و یا روز به روز افزایش پیدا میکنه. فلهذا مردم افغانستان دیگه تحمل اقدر درد و رنج نداره که در بازی های سیاسی ناجوان مردانه، منفعت طلبانه و سودجویانه ناتو یا کشورهای غربی و شخص رئیس جمهور به اصطلاح انتخابی افغانستان درگیر بانه و
و استقبال آنچنان فقر و بدبختی بره که در جامعه ما هموطنا به کدام زبان که گویاتر باشه، قابل قبولتر باشه، بگویم در افغانستان یک فاجعه انسانی تاریخی ملی اتفاق میفته، یک ملت معلول و مریض و بیمار روانی تسلیم داده میشه. امروز هر کس که در افغانستان میره بدبختی از ماست. ما نرفتیم که میلیون ها دلار از دو کشور استفاده کنیم در گوشه عزلت بشینیم، ولی مایی که با بسیار مشکل و زندگی میکنیم یا صدها هزار هموطن ما ناظر هستیم که هموطنهای ما مثل شمع میسوزن و آب میشن. این قضیه آنقدر عمق و پهنا و گستردگی داره که باز میخواین 10,000 نفر دیگر به خاطر بحران در منطقه، امیال بحران اوکراین و خطر تجزیه از او و همچنان مداخله روس‌ها در امور ادنا و دیگر کشورهای آسیای میانه، بحران در تونس و المغرب و الجزایر و لیبی و خلاصه معامله فعلا با ایران در شرف وقوع هست و همچنان بحران در عربستان و ابوظبی، تمام در خود افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه. کشور ما را اگر با دقت، با وحدت ملی، با یگانگی فکری، ملت عزیز افغانستان اگر سر بلند نکنین، اگر در صحنه حضور نداشته باشین، انتظار چی را دارین؟ انتظار اونمو که اونمو پسرک 12 ساله در بامداد زود از دهن سگ و از پیش سگ می جنگه تا مادر بیمار مفلوج خود زنده نگاه کنه، از بیغذایی نمره، و همچنان برادر خودسال خود که اگر مقدور و ممکن بود و از داخل افغانستان همکاری صورت گرفت، ما عکس امو خانواده را هم براتان میمانیم. بدبختی تا این اندازه رسیده هموطنا، ولی ما هر روز تبصره میکنیم. گویا آقای مجددی قهر میکنن که چرا پیمان استراتژیک امضا نمیکنی. کس دیگه میگه اگر پیمان استراتژیک امضا نشد زمین با آسمان میخوره، افغانستان میمیره. در هر صورتش اگر آنن نمره، به تدریج با این شیوه حکومتداری و با می انتخاباتی که پیش روی است و با جانشین آقای کرزی، هر کی که میخواد باشه، افغانستان روی فلاح و رستگاری و نجات و خوبی را نمیبینه. چون اینا اراده ملت تمثیل نمیکنن، به هیچ صورت اینا گودی های کوکی در خدمت باداران خارجی خود هستند و آنچه را که برش توجه ندارن او منافع افغانستان و حاکمیت افغانستان و آزادی افغانستان و سعادت فردای ملت ما. خب هموطنا، این سخن بسیار فراوان است. برنامه به پایان رسیده. در برنامه هفته آینده ما باز هم روی این مطالب هم صحبت میکنیم و از جناب تیمور جان مومند هم تشکر میکنم که ایمیل و عکسایشان رسیده. اگر دیگه ارتباطات و معلومات لازم برای ما رسید و از طریق پستی، انشالله برنامه آینده ما در هفته آینده روی یکی از خانواده های مشهور و خوب افغانستان در شمال کشور است که چطور توسط جلادان بیرحم دست جمعی و یک به یک به شهادت رسیدند. خب هموطنا، برنامه امروز ما در همین جا به پایان رسید، ولی باز هم شما امیدوار و ناظر و سلبین و تماشاگر نباشین. برنامه استراتژیک آقای کرزی اگر امضا نکرد، جانشینش امضا کرد. اگر برخورد مثل قبل باشه، این برنامه هم امضا شد. افغانستان باز هم بحرانی است، طوفانی است، تشنج زاست و بدبختی آفرین است. ولی در صورت میتونه همچو برنامه ها و قراردادها امضایش مؤثر و مفید و نافع باشه که بدون مجامله، بدون معامله و بدون مسامحه و سالنگاری واقعا منافع ملی را هم تضمین کنه، هم منعکس کنه. این راه نجات است، راه ساده و روشن است. در غیر از این شما میدانین و این کشور تاریخی و باستانی و مردم مظلوم و درگیرتان. خدا حافظ و ناصر شما تا هفته
آینده برای شما موفقیت و سلامت آرزو میکنم. حتما با ما یا با آقای صدیق در تماس شوین اگر میخواین که او کتاب در اختیار داشته باشین. برنامه امروز ما در همین جا به پایان رسید. تشکر. آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. قبل از هر اقدام جهت خرید و یا فروش املاک مسکونی و تجارتی و یا سرمایه گذاری مشورت با فرد آگاه و با تجربه و شناخت بیش از 25 سال از شهر تورنتو و هوما به مفاد شما است. سید محمدی برنده بالاترین جایزه های طلایی در چندین سال گذشته شما را می تواند به طور درست راهنمایی نماید. خرید منازل مناسب و با ارزش، فروش املاک شما در کمترین مدت و نازلترین کمیشن، اخذ و گرفتن قرضه و مارگج با پایین ترین نرخ بانکی، دانش، تجربه و تسلط مشاوری متضمن سرمایه گذاری برای شما و فرزندانتان می باشد. هزارها دلار با خرید و فروش املاکتان با ما صرفه‌جویی نمایید. برای مشوره رایگان لطفاً با شماره تلفن 416 565 3008 و یا وبسایت morelisting.ca به تماس شوید. سلام، من وکیل مدافع سید ولی رهین هستم. مدت 8 سال هست که در کار وکالت اشتغال دارم. دفتر وکالت ما از منافع افراد و مؤسسات تجارتی در قضایای ذیل دفاع و نمایندگی می کند. تصادف موتر، لغزش و سقوط، قصور طبیعی یا معالجه غلط، مهاجرت، طلاق،